ای به توان ln منفی 3 دیده بودی؟ خب ببین منفی 3 رو میایم مینویسیم منفی که ضرب در 3 طبق قواعد لگاریتم جمع دوتا لگاریتم اینا تو هم ضرب میشه مقادیرش. من اینطوری مینویسم ای به توان ln منفی 1 طبق رابطه اویلر میشه ای به توان آی در پی به علاوه ln 3. این بندگان خدا با هم خدافظی میکنن میمونه ای به توان آی پی به علاوه ln چی 3 میمونه ای به توان آی پی طبق قواعد توانها اینا تو هم ضرب میشن. خب دوباره اینا با هم خدافظی. این منفی 1 اینم که موند 3 منفی 3 و تمام.